بچه‌ها سلام، خوش اومدید به ویدیو دیگه. امروز با هم دیگه میخوایم بریم توی یکی مرکز خریدی استانبول ببینیم قیمت پوشاک که الان اواخر سال 2025 هستیم. امروز دقیقاً 26/11/2025 هستیم. بریم ببینیم قیمتا به چه صورته و اینکه هم چند روز دیگه هم بلک فرایدیه و بعضی برندها تخفیف گذاشتن. بریم ببینیم این تخفیفا چقدر واقعیه. با من همراه باشین، برو که بریم. بارون اومده بود، هوا به شدت عالی، نه سرده نه گرمه، جوری نیست که اذیتت بکنه. جای همه دوستان خالی. این مسیریه که من دارم میرم سمت مرکز خرید. ما تقریبا یه 3 ماهی هستی کانال استارت زدیم و سعی میکنم که زود به زود برای شما ویدیو بذارم و اینکه شرایط زندگی توی استانبول و حالا جایی که میریم و واسهتون به اشتراک بذاریم. خب بچه ها، من رسیدم مرکز خرید مارمارا پارک. این مرکز خرید توی غرب استانبوله و در ضمن با حضورتون که بریم توی مرکز خرید رو به شما نشون بدم و قیمت پوشاک توی استانبول رو شما ببینید چه قیمتیه. اینم ورودی مارمارا پارک. تزیینات کریسمسی رو شروع کردن. بچه‌ها بریم از زارا شروع بکنیم ببینیم قیمت‌های زارا از چه قراره. اینم برند زارا من. بریم ببینیم به چه صورته. قیمت این چنده؟ خوشش زده فکر کنم. آره، قیمت این پلیور 2290. این بافتم از 2790. این یکی بافتم زده 2290. شلوار 1790. اینم 2290. امروز لیر 2750 بود. کاپشن ببینیم چنده. 3690. اینم خودم. بچه ها تریپ چطوره؟ پسنده؟ بچه این بوتا رو قام کردم 2790. نظرتون چیه؟ بیارم جلوتر. چطوره؟ من خوشم اومد. حالا نمیدونم شما خوشتون اومده یا نه. بریم اون کاپشن چرمه اینجا رو هم نگاه کنیم ببینیم اینا چنده. بذاره تو هم 2290. این کاپشن داره تو هم ببینیم این چه قیمته. 3690. قیمت ها اینجوریه. بوتا هم 2990. ببینیم این چنده. 2790.
بچه این بوینر، حالا واسه کسایی که نمیدونن، این من هر دفعه هم که رفتم همین بوده، کل برندها رو، همه برندها رو داره. ولی خب چیزی که من متوجه شدم، حالا نمایندگی ها مثلا دیگه اون مد دیگه بروز نیست و مدل های قدیمی تر رو با تخفیف میذارن اینجا. این آهنگا امیدوارم کپی رایت نخوره این ویدیو ما. بریم که داشته باشیم. اینجا رو یه نگاهی بندازیم. این مثلا تامیه، بیان پایین 7000 لیر قیمتشه. من نمیدونم الان توی نمایندگی قبلا که بود چند بوده. این مطمئنا اینا دیگه مثلا مدل های جدید که میاد این مدل قدیمی ها رو میارن اینجا. من همینو زده 7099 لیر. این چه برندیه؟ این لیوایسه. این لیوایس قیمتشو زده 13949. همچین قیمت ها هم پایین نیست ها، با اینکه مثلا اومدن گذاشتن توی بوینر. بعد عرضم به حضورتون اینجا چیه؟ اینجا ماویه. ماوی هم قیمتاش مثلا این شلوار 1748 زده. این شلوار مشکیه. قیمت ها اینجوریه توی استانبول دیگه. الان دیدید یه بافت دیگه کمتر از 1800 1900 نیست. یا مثلا این قیمت چند زده؟ 15999. برند نتورکه. خب اومدم برند اچنم. بریم برند اچنم هم نگاه کنیم. اینجا قسمت خانوماست. قیمت این باف 979 لیر. قیمت 879 لیر. قیمت 650 لیر. قیمت 2149 لیر. قیمت 1249 لیر مشکیه. قیمت 1249 لیر. ببینیم کاپشن چه قیمته؟ 2349 لیر. همینجوری. حالتون چطوره؟ بسراتون سر نره. آقا اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید، یه کامنتی بذارید، ممنونتون میشم. یه انگیزه‌ای بشه برای ویدیوهای بعدی. ما سعی میکنیم ویدیوها رو زود به زود بذاریم واسهتون، تا جایی که بشه سریع میذارم ویدیوها رو. این قسمت برای بچه هاست. من فکر کنم اشتباه اومدم، نه درست اومدم. این قسمت برای بچه هاست. مثلا این کاپشن بچگونه رو چند زده؟ قیمتش 1399 لیر. اینه چند زده؟ قیمت 2099 لیر. این کاپشن 1079 لیر بچگونه. این دورس بچگونه 500 لیر. این بافت بچگونه 619 لیر. بریم قسمت آقایون. این سویشرت البته باز نیست ولی خب من قیمتشو میگم 1199. قیمت این بافته من اینجورا رو نمیپسندم ولی خب 1250 لیر. این شلواره هم 1700 لیر. پارچه ایه.
این اوورکوت ها هم 3300 لیر. ماشین عقب بگیرم. این هم که از تابستون مونده 1500 لیر. برم بیرون این آهنگه کپی رایت نخوره. من نمیدونم، یه ذره اینجا هم بهتون نشون بدم این تزیینات کریسمسی رو ببینید. اگه اینا کپی رایت بخوره باید کلا روی ادیت خیلی زمان بذارم اینا رو یه حرکتی روشون بکنم، چون این آهنگا گیر میده دیگه یوتیوب به نمیدونم حالا این آهنگا آیا جزء کپی رایت محسوب میشه یا نه. این هم مرکز خرید معمارا پاکو که تا جایی که تونستم بهتون نشون دادم. مجدد اگر که از ویدیو خوشتون اومد یه لطفی بکنید سابسکرایب کنید، ما هر چی زودتر به 1000 سابسکرایب برسیم و از شما ممنونم که ما رو همراهی میکنید. خیلی تشکر. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. ارادت.